الانش کنه خاطر انو اوچا جون اوچا جون وقتی ما ایزو میکشیم ای بای همسایه میخنده ای دستش مو در دو محله گشته نمیشه همه جودا میگن که اوتات اوچا میزنه ما ای دستش مور در همون راسیه 10 سال ایستادم همه همکارو همه غریبچو میگفتن که حال اوتا اوچا تر ما ایزو میکشتم ما می 40000 اویل میگرفتم نه میخوردم نه میپشتم شما درای میکردن که زندگیمون سوز شوه اینا ما بازن نشدیم منو دودارم نه که ما زن نمیگیریم زن در کونس عقلان شما کتیم اوتامون سوز شما نخنده گپ زدی شو جون میگه همه اکم روز میگه بشکه هر روز جنگ دلی مونو گرفته یا خو چیکو کنیم همین دلی اوتام یا مهربوری کنه او خودی گرم چوی گرم بودن گیره ایسوسو همین خدیل شوی نرز میشه همش مایل اوچا جون التیماس بچم گپوتون بود چی ای روزی که عرق میخرم میزنه تا انا میجم آوردگم بچه جون باید اوچا جون بخشش و اوتام میخرنه که مرده خود زنه باید خب کنه با بالوار عرق هم خرا چیکار کنه پدرای ماده چیکار میکنیم گوش اوچا جون التیماس یا بو رفتی چهره گرم قطیق شده خنده ها مردک جون فلان فهمیدی دلش یا بول ان شاء الله ناز میشه یا بار دیگه به خاطر ما اوچا اینا اوتام نگاه کنید دباینی بخشتگی یا بار به خاطر ما با خاطر ما واقعا یک بار دیگه زنی روی اوچا مالی دل شیوی اینا به خاطر هر دی شما من میرم فهمیده نه اینا من میرم به خاطر شما یا بالا اوچا جوانی را بالای اوچا جون با فکرم که بچم راست میگه حاز میرم گپ شوهر ما میگیرم چی گپی بگه کو همه گپشا میگیرم بعد زندگیم زور میشوه راحت کده میگردم السلام مردک سلام ای مردک جو کردی بیا برگو هر کلام داخل همینجا نموندی چاپا کردیم چی میگی؟ نموندی داری باقی کلام کنم که استراحت کنیم ای مردک جو بشی زورم شدی چی میگی؟ هی مردک جان ما ای همین روز پس چی گپه بگو که گپی ترما میگیرم واش خیلی؟ اینا مثال عرق بیار بگو میارم سلات بیار بگو میارم اینا آش بیار بگو میارم وا زور کو هم چی گپه بگم گپی مرا میگیری همه گپ تا میگیرم با همه کار راضیم خیلی تای ستول بدرو اگه تاگی ستول خودت گفتی که گپ تا میگیرم خیلی تای ستول بدرو مایلی اینا مردک وا که هاو بگو کو هاو ای بلندتر هاو بگو هاو ای ترشه با تو طرف صاحبت میجا کی بیان سلام علیکم زنک مزور ایده نمی قبیل ایده در همین توزیگی جای یکم است بیان سوزه یانگا سلامتی خوبه یانگا نازه سوزه سلامتی تو خوبه سوزه یانگا خوبه نازه همینجا بدوی مکان او گفت تا چقدر شما اومده بود همونجا ایرابی پیش اومدن ما تایو کداگی همین میدونیستگی ولی همین یانگا میگه که همین ایرابی دانسا خون تایو ایرابی گوش کنید بچه‌ها میگم که همین این روز ما همین یانگا تکاو زدم چاو خود کنتون زکاس کنین یا کایس هادی چخلی یعنی دینانگی او خودت بود کو نمیدونم یا خودت کدا بود یا یانگا کداگی بود تو حاضر کو همین ام خود دینانگی مزاش ایده هم نرسه این خیلی گوشت بخلادیوم پامیدور همش بالگاری آرلاش بود کو ام خود دینانگی آنامو 20 minut پس ام خود تیار میشه شما بازور بشه ببینیم تمام زکاس میکنم گیلک شده ایده همین مرا که گیلک شده ایده خیلی بودم کمایو که بهترین هر خاندوش بزنم بیا نام بخیر بگم اکا چی بگی بیا زنک مزورای اوکی زنک مزورای زنا جان اگه برای جوروی ما دینانگی او خود همین تست تیار کو همین بمازه همین چه خیلی که میکاری کو انم خیلی بمازه فهمیدی تمام چی گوش که مرای مردک گوش که مرا ما بیزار شدم ای همین جوروی تو بیزار ای روزی که گرفتی من فقط خونه و در ما میان ما بیزار جورو مدن خیلی اب خود که اینه خیلی اب خود که چی گپای اخی تم یکم خونه همیو میری
نه برای چی نمیری؟ آخه یا خانه ندارم ده دانه تخم 3 کیلو کارتوشکا او کارتوشکا هست زمینده کارتوشکا رو چیکار میخوای کارتوشکا رو ننویس چیکار میکنی کارتوشکا ای یا دختا ببرور گوای باینی بوق ای گوی سرخی تبوز بالای دی باینی بوق ای گوای گجومات یا ببرور سرتک ها همسیفتای اوی ای خبوز بالای ای رنگ گوایو خیلی اوتا جیکده پالاکی یا جیکده سازله جیکده ای تبیا سازله قیمت دگای ای تبیا ای تبیا او مگه همسیف من ای رو مخیال گو کدومو ای بوزبالگی دختری مورد بیا ای تبیا تایتا او سوسا نجیکه پالاکا نجیکه بیا او سوسا بیا 5 کیلو پیاز خای ها این اوتا؟ همین اوتای تا؟ ها؟ ایما ترا دیده بودم گفتم که چوی قطع مایده ای تو طرف اوتا رفته بودای کو ولی تو بابا ما ندیدای بابات آی اوتا تا مایده ایهو اگر رفته رفتیم بهش اوتا میریم حد اوتای مایده سطحه السلام اوتا جان و علیکم بر سلام و علیکم سلام اوتای رخشولا و علیکم بر سلام و علیکم ای کیای همسیفه ای بو میره خیلی درکتری مکتب کدومو ما مادرزاد بس بالای اوتای رخشولا سیفی چند شده شما؟ سیفی 8 بود کدای سیفی 7 گذاشته شما چپا نخونده استه نه سیفی نیست گذاشته نه آفرین خیره به یه جوشینه عبید کنه خونه ده اوشت گوزن اب خود کدگه مالی اوتا جان ها اجازت میدی که ما خانه همسینفم درس تیار کنیم برم خونه کی؟ خانه همسینفم نه باشه همیشه درس تیار کردنگی چی ده بری خونه همسینفم همیشه تیار کردنگی درس بیا اوتا جان برم همین نه گفتم نه برای چی نمیمونه خانه همسینفم درس تیار کنی برم برای چی نمیمونم همین 25 سال پیش اوچت هم خونی ما درس تیار کنی آمده بود این تاها زیر نرفتای